دکتر نایک، اول بگویم واقعا افتخار میکنم اینجا روبروی شما ایستاد شدم. من زیاد برنامه هایتان در تلویزیون پیس میبینم و فکر میکنم واقعا عالی هستین. میشه نامتان رو بگوین؟ بله، نام من مهش یا سکار هست و محصل دکترا در دپارتمنت فلسفه دانشگاه ممبئی هستم. سوال ما کمی تکنیکی هست. من میخوایم بدانم که مفهوم روح در اسلام چی هست. قسمی که میدانین در بسیاری از فلسفه های هندی روح و ذهن دو چیز متفاوت گفته شدن، اما در فلسفه غربی روح و ذهن را یک چیز در نظر گرفتن. پس سوال من این است که مفهوم روح در اسلام چی چیز هست؟ و سوال دوم من این است که رابطه بین روح با بدن چی هست؟ آیا بعد از مرگ روح جسم را ترک میکنه؟ و میفهمین چیزایی مثل ای. خب یک سوال دو بخشی هست. مفهوم روح چی است و چطور با بدن در ارتباط هست و بعد از مرگ چه اتفاق بر روح میفته؟ تشکر. برادر مایشی سوال پرسید که مفهوم روح در اسلام چی است و چه ارتباط بین روح با بدن انسان است و بعد از مرگ چه اتفاق برای روح میفته. این سوالشان است. درست است. در رابطه با موضوع روح گوهر جسم انسان است. اهمیت اساسی انسان در مقایسه با دیگه مخلوقات الله سبحانه و تعالی، مخلوقات الله متعال، تفاوت اصلی انسان ها با دیگرها روح است. این گوهری است که حتی بعد از مرگ باقی میمانه که دربارش میگم. در رابطه با علم درباره روح صحبت نمیکنه. علم تا امروز به او سطح نرسیده که بتانه کشف کنه که ماهیت دقیق روح چی است. اما تحقیقات انجام شده که وقت هر موجود زنده‌ای میمیره، مثلا وقت یک حیوان میمیره، در مقایسه با یک انسان، وقت یک حیوان میمیره بلافاصله بعد از مرگش هیچ تغییری در وزنش نمیآید. اما اگه ما وزن یک انسان چک کنیم در لحظه‌ای که میمیره و زندگیش متوقف میشه، بلافاصله وزنش کم میشه. یعنی چیز وجود داره که انسان او را از دست میده اما لحظه‌ای که فوت میکنه. اما علم تا امروز به سطح نرسیده که کشف کنه روح دقیقاً چی است. روح گوهر انسان است. قرآن میگه در سوره آل عمران سوره 3 آیه 185 الله میفرماید كل نفس ذائقة الموت. هر نفس باید ذائقه مرگ را بچشه. این دنیا، این زندگی امتحان برای زندگی بعدی است. الله در قرآن سوره ملک سوره 67 آیه 2 میفرماید الذي خلق الموت والحياة. که الله مرگ و زندگی را خلق کرده تا امتحان کنه اعمال کدامتان خوب است. پس این دنیا امتحان برای زندگی بعدی است و هر روح طعم مرگ را باید بچشه. وقتی یک انسان میمیره روحش اونجا نیست، اما در روز رستاخیز وقتی دوباره زنده میشه، بعداً نظر به اعمال خوب و بد که انجام داده، الله متعال در روز قیامت او مالک یوم الدین است، صاحب روز قیامت است. نظر به ای که شما در دنیا امتحان را چطور سپری کردین، نظر به او نتیجه تان معلوم میشه که آیا به جنت میرین یا دوزخ. پس روح زندگی میکنه، روح نمیمیره، او فقط طعم مرگ میچشه وقت جسم شخص میمیره. پس رابطه بین روح و جسم با هم انسان را به وجود میاره، اما بعد از این دنیا یک جسم کاملا جدید برش داده میشه، روح زنده میمونه و نظر به ای که امتحان چطور سپری کردیم با دوزخ و جنت میریم. انشاءالله که فهمیده باشه. آیا روح و ذهن یک چیز است؟ برادر سوال کردن که آیا روح و ذهن یک چیز است؟ نه. بازم بگویم ذهن مجازی است. اگه ازتان بپرسم که ذهنت کجاست، ایره خود گفتن که ذهن در مغز است. پس او یک کلمه خیالی است. چطور میگین که متوجه کار خودت باش؟ وقت از ذهن میگه مردم درباره مغز فکر میکنن، اما معناش این است که ذهن در مغز است. ذهن متفاوت است. پس ذهن یک چیز مجازی است. من نمیفهمم که ذهن در کجا قرار داره، اما وقتی از ذهن میگم معمولا درباره مغز فکر میکنیم، اما در حقیقت مجازی است. امیدوارم فهمیده باشید. تشکر.